من قاضی استیونز هستم و ایشان هم جناب بارنباس. میخواستیم با جناب آریوس ملاقات کنیم. بله بله بفرمایید. دیدید؟ او مرا نشناخت. مثل اینکه حقیقت داره. شما همینجا بمانید. پدر بزرگ با شما کار دارند. چه شده ماری؟ چرا سراسیمی؟ خدای من باور کردنی نیست. یک نفر همراه آنهاست که درست شبیه همین تابلوست. اینجا مخروبه شده. این هم اینجا به این شکل نبود. اینجاها باغچه‌ای بود. بله، اینجا تغییر کرده. ولی خیلی ها شبیه به هم هستند دخترم. اینکه این همه تعجب برانگیز نیست. نه، این تنها شباهت نبود، من او را شناختم. این مجسمه اینجا نبود. اینجا چه میکنه؟ عالی جنابان. آری درست است، او شبیه آن تابلوست. خودش است. نگفتم او را دیدم؟ نگفتم؟ بسیار خوب پدر فیلوس، اجازه بدهید. بفرمایید آقایان، خواهش میکنم بفرمایید. صاحب این خانه کیست؟ خواهش میکنم جناب آریوس هر سوالی که کردن جواب بدهید. بعداً خودم برایتان توضیح میدم. من هستم، بفرمایید. چه شد که صاحب این خانه شدید؟ از پدرم به ارث بردم و او نیز از پدرانش. این تابلو را از کجا آورده اید؟ میبینید که تابلوی من است. تابلوی شما؟ بله. نه آقا، درست است که شبیه شماست،
اما متعلق به یکی از اجداد من به نام مکسیمیلیانوس است و تا آنجا که شنیده ایم در زمان هدریان شهید شد. در کجا شهید شد؟ او یکی از 7 شهید غار مخوف کوه آنجلوس است. بله، ماکسیمیلیان مشاور اعظم دربار دیوکلتیانوس. شما که هستید آقا؟ من امروز 2 بار شما را دیدم. خودم هم نمیدانم گفتنش چه فایده دارد. چه کسی میتواند باور کند در حالی که من خود نمیدانم که هستم و کجا هستم. من به وجود خودم هم مشکوکم. وای خدایا، تو با ما چه کرده ای؟ آیا شما جناب ماکسیمیلیان نیستید؟ چه میگویید پدر فیلوس؟ من در خواب دیدم که ایشان زنده شدند و به طرف من آمدند. پدر فیلوس، آیا خواب میتواند مبنای قضاوت و تصمیم باشد؟ ما به دنبال هویت این مرد هستیم. آیا شباهت یک تابلو و خواب شما پاسخ ما را میدهد؟ گفتید شما هلن نیستید؟ نه خیر آقا، من ماری هستم. ایشانم پدر بزرگ من هستند. اگر تو هلن نیستی پس هلن من کجاست؟ هلن! هلن! اکمید گالوس! شما کجا هستید؟ یاریم کنید! از این بحران، از این گرداب، از این حیرانی و سرگردانی خلاصم کنید. نمیدانم آنچه را که میبینم حقیقت دارد یا نه. به من بگویید بر برابر شما چه آمده. بگویید آنچه را که میبینم کابوسیست دهشتناک یا رویای شیرین. ارکمید گالوس، ای همه موعدینی که ترکم کرده، ما برای نجات شما خود را فدا کرده ایم. پس چرا ترکمان گفته؟ بگویید که حقیقت ندارد. بگویید که هنوز خوابم. اینان میگویند شما را چند صد سال پیش از دست دادم. پس چرا داغتان این همه جگرسوز و جانگداز است؟ فقط یک شب ترکتان کردم. به من بگویید یک شب چگونه 300 سال به درازا کشیدم. هلن، ارکمید، گالوس، برخیزید و مرگ خدایان را ببینید. خدایان مردند و خدایگان ها نیز. برخیزید و پیروزی خداوند یگانه را بر خدایگان ها، پیروزی محرومان خداپرست را بر تاجداران تخت نشین ببینید. ببینید که ایمان ماندنی و عشق به معبود جاودان است. ببینید که وعده خداوند تحقق یافته و بت پرستی مزمحل گردیده و نور ایمان همه جا را فرا گرفته است. حال به من بگویید، در فراق مرگ شما ناله سر بدهم یا در پیروزی و بهروزی همکیشانم پای کوبی و دست افشانی کنم؟ ببینید چگونه درمانده شدم. آنچه را که مولایم مسیح می گفت تحقق یافته. می شنوید؟ حقیقتی را که حتی در تاریکی از گفتنش هراس داشتید روزی در روشنایی شنیده خواهد شد.
و ایمانی را که در خلوت خانه ها آموختید روزی بر پشت بام ها فریاد خواهند زد. این جمله از انجیل را که خطی در زیر آن کشیده شده من بارها خواندم، اما تاکنون معنی آن را درست نفهمیدم. من آن خط را کشیدم و گمان میکنم من و یارانم زنده شده ایم که معنی این جمله را بفهمیم و سیطره حق بر باطل را شاهد باشیم. شما از کجا انجیلی را که در خانه من است دیدید؟ شما که هستید آقا؟ با من بیایید جناب آریوس. قبلا به جای این در یک در سنگی بود. راست میگوید؟ آری، شما از کجا میدانید؟ چراغ، مشعل، اینجا یک راه مخفی است. ماری، چراغدان. هر کاری که میگوید انجام دهید جناب آریوس. به دنبال من بیایید. جناب آریوس، آیا می دانید که در این دهلیز مخفی شما یک اتاق پنهان وجود دارد؟ پنهان؟ نه، نمی دانید. هیچ کس نمی داند جز من و گالوس. شما این را نگه دارید؟ اهرام این در پشت این سنگ است. لطفاً کمی تحمل کنید.
بیشک شما از وجود این تابلو هم بیخبرید. این تصویر همسر من هلن است. هلن همسر مکس میلیانوس. خیلی شبیه توست دخترم، نه؟ آره کاملا. باور کردنی نیست. به راستی شما جناب مکسیمیلیان هستید؟ یعنی باید باور کنم که فرزند شما هستم؟ همان لحظه ای که از خواب برخاستم فهمیدم که حادثه غیر عادی رخ داده، ولی نمیدانستم آن حادثه این همه عجیب و دور از ذهن است. من گمان میکنم ماجرای عزیر نبی بار دیگر تکرار شده. پیامبری که میخواست بداند خداوند چگونه مردگان را زنده میکند و خدا او را برای 100 سال میمیراند و سپس زنده میکند تا نحوه زنده کردن مردگان را به وی نشان دهد. شما 300 سال در آن غار خوابیده بودید و خود نمیدانستید. جناب مکسیمیلیانوس، فکر میکنید غرض از این خواب چه بود؟ ما همیشه از خود میپرسیدیم که خداوند مؤمنین را چگونه بر ظلم و جهل و بت پرستی غلبه خواهد داد و خدایان شرک را چگونه مقهور قدرت خیش خواهد کرد. و اینک میشنوم که میگویند آیین حق خود را حتی بر امپراتور هم تحمیل کرده است. آیا این پاسخ ما نیست؟ آیا تو جد بزرگ منی؟ آیا تو پیرمرد سپید موی فرزند منی؟ به درستی نمیدانم چه اتفاقی افتاده، اما یقین دارم که شما جناب مکسیمیلیان هستید. من بارها شما را در خواب دیدم. عجیب است. هلن هم همیشه خواب میدید. ارکمید من، بیچاره هلن. ای کاش بود و تعبیر خوابهایش را میدید. ارکمید تقریبا 250 سال پیش از دنیا رفت و هلن 20 سال پس از غیبت شما رحلت کرد و اکنون در پای کوه آنجلوس مدفون است. پای کوه آنجلوس؟ قبری که پای آن درخت است؟ آن درخت را چند سال پیش ماری به یاد مادر بزرگش در پای قبر او کاشت. عجیبه. پس من اولین جایی را که پس از بیداری دیدم مزار هلن بود.
ای کاش نمیگذاشتیم جناب ماکسیمیلیان بروند. من برای ایشان نگرانم. نگران نباش، هنوز دیر نشده. او گفت اگر تا غروب آفتاب باز نگشتم دیگر نخواهم آمد. صبح منتظرم باشید. اگر او را گرفته باشند چه؟ در آن صورت از ما کاری ساخته نیست. فقط خداوند باید او را یاری کند. خبری نشد؟ نه. دوستان، به محض اینکه جناب ماکسیمیلیان برگشت باید اینجا را ترک کنیم. بدون شک دیوکلتیانوس تاکنون به همه جا خبر داده. پس هیچ شهری برای ما امن نیست. به جای این همه خیال بافی بگویید با گرسنگی چه کنیم؟ تا برگشتن جناب ماکسیمیلیان چاره‌ای جز تحمل نیست. ظاهراً دیوکلتیانوس قبل از بانو هلن مرده است. چه اتفاقهایی در طول یک خواب افتاده است. جناب ماکسیمیلیان، از زمان هادریان تا کنون بیش از 40 امپراتور بر تخت نشسته و سپس فرو افتادند. حدود 100 سال پیش امپراتور کنستانتین نیز به آیین مسیح در آمده و از آن پس میلاد مسیح را مبدأ تاریخ قرار دادند. اکنون بت پرستی برچیده و بتکده ها ویران شدند. امپراتورهایی با آن عظمت، چه آسان و چه کوتاه، در مدت یک خواب. خداوند آرزوهای بزرگ بندگانش را چه آسان برمی آورد. خداوندا، اگر صبر از کف نهاده از سر نادانی شکوه و سؤالی میکنیم، ما را ببخش. من باید به غار برگردم. دوستان من گرسنه‌اند و منتظر بازگشت من. باید این خبر را با آنان نیز برسانم. اندکی تأمل کنید جناب ماکسیمیلیان. بگذارید عالی جناب تئودوس را نیز خبر کنیم. تئودوس؟ آری، حاکم فیلادلفیا. در این شهر جریان‌هایی می‌گذرد که گمان نمی‌کنم بی ارتباط با بیدار شدن شما باشد. من خیلی سعی کردم سخنانش را باور نکنم، اما نتوانستم. او دلایل و شواهد بسیاری دارد. من شک ندارم که او راست میگوید. علائمی که او به ما نشان داد غیر قابل انکار بود و چهرهش درست همان بود که از ماکسیمیلیان بر جای مانده. این سخنان چیست که میگویی بارناباس؟ اگر شما را از پیش نمی شناختم در خرد شما شک می کردم. و من اگر شما را از پیش نمی شناختم پاسخی در خور حالتان به شما می دادم. از من بعید است در این سن بخواهم خود را مسکه خاص و عام کنم. پس با آنچه می گویم یقین پیدا کردم، اگرچه باور کردنی نیست. این آیتی آشکار از جانب خداوند است. اگر حقیقت داشته باشد بیشک رحمتی از جانب او اعطا شده تا حجت را بر ما تمام کند. نمیدانم بر سر عقل اینان چه آمده است. آیا قلب‌های بیمار امثال هراکلیوس بیدار می شوند؟ من که باور نمی کنم. بیشک این همان معجزه‌ای است که از خداوند جهت احیای اموات طلب می‌کردیم. نمونه‌ای برای احیا و بازگرداندن ارواح به اجساد و با این حادثه پرعظمت
هر گونه تردیدی در مورد قیامت از دل صادقان و پاکدلان رخت برخواهد بست و بیشک خداوند این چنین مردگان را زنده می کند. امیدوارم این چنین باشد. اجازه می دهید لوح مربوط به شهدای غار را به حضورتان بیاورم؟ ممنون می شوم. من که نمیتوانم تحمل کنم. معلوم نیست این خرافات کی به پایان خواهد رسید. این شخص را از کجا پیدا کردن؟ نمیدانم. همین فرداست که از آنان خدا بسازند و تئودوس در مقابلشان زانو بزند و ما را نیز مجبور به اطاعت از این روستایان کند. این اتفاق هرگز رخ نخواهد داد. اصلا از کجا معلوم داستان شهدای غار درست باشد؟ اینها دیوانند. سکوت کرده اید جناب مکسیمیلیان، چیزی بگویید. احساس شرم زبانم را بسته. از عدم توان شکرگزاری این همه نعمت که خداوند ارزانیم کرده سخت شرمنده. کدام نعمت جناب مکسیمیلیان؟ نعمت رهایی از حصار زمان. برای من زمان مرده و نمیتواند مانع درست دیدن و اندیشیدنم شود. حال من به راحتی حقایق طول تاریخ را درک میکنم، اما درک این حقایق برای شما به سختی میسر است. اینها کی هستند؟ نمیدانم. بهتر است ما هم در مجلس باشیم تا ببینیم قضیه چیست. موافقم. برویم. عالی جناب آریوس به اتفاق همراهان. عالی جناب. بفرمایید. بفرمایید. پس این نعمت الهی که بر ما نازل شده شما هستید. ایشان تنها نیستند، 6 تن از یارانشان هم در غار هستند. یعنی دوستان شما الان بیدارن؟ آنان نیز زنده شدند؟ بله، همه بیدار شدند. ولی این غیر ممکن است. هیچ چیز در عرصه قدرت خداوند غیر ممکن نیست جناب هرکلیوس، مگر برای منکرین. تبدیل لخته خون به جناب هرکلیوس غیر ممکن تر است یا خوابی طولانی؟
باور کدام یک مشکل تر است؟ جناب هرکلیوس چه شده؟ پس چرا ساکتید؟ جواب بدهید. درود بر عالی جنابان. جناب مکسیمیلیان، ممکن است بار دیگر نام دوستانتان را بفرمایید؟ یوانیس، سودینانوس، دیناسیوس، تلمیخا، مارتینوس و آنتونیوس چوپان. آری. ملاحظه بفرمایید، اینجا حک شده نام دوستان جناب مکسیمیلیان. عجیب است، اما این چگونه ممکن است؟ چگونه این همه مدت بدون غذا دوام آوردید؟ چگونه در این مدت 300 سال جسم شما بر سنگ ها نپوسید؟ من خبر ندارم. کسی که متولی امور ما بود بهتر میداند. ممکن است آنان مرده بودند و خداوند جسدشان را حفظ کرده و سپس دوباره مثل عزیر نبی آنان را زنده کرده است. به جای این شایدها و بایدها مردم را خبر کنید تا از این معجزه آشکار با خبر شوند. این معجزه است که به بسیاری از مجادله ها و مباحثه ها در مورد معاد پایان می دهد. اگر قرار بود مردم در مقابل معجزات خاضع باشند، هیچ کس بر پیامبران کافر نمی شد. سخن شما در مورد مغرضین صحیح است، اما حقیقت جویان نیز کم نیستند. شما نمیدانید منکرین معاد چگونه گستاخی میکنند و چقدر با دلایل بی اساس مؤمنین خداپرست را در تنگنا قرار میدهند. وجود شما دهان یاوه‌گویان را خواهد بست. بهتر نیست دوستان شما را نیز به شهر بیاوریم تا همه مردم ببینند که یاران غار زنده شده اند؟ چرا آن قدیسان را به اینجا بیاوریم؟ بگذارید مردم خود به غار بروند و به وضوح ببینند که خداوند چگونه مرده ها را زنده می کند. بگذارید پایان داستان غار مخوف را خود ببینند. به جارچیان بگویید مردم را خبر کنند. ما صبح به غار می رویم. بهتر نیست پیکی به روم فرستاده و پاپ را در جریان این امر قرار دهیم؟ چرا؟ حتما لازم است. شما در این خصوص اقدام کنید. اطاعت. بفرمایید. اگر عالی جناب تئودوس اجازه دهند من باید امشب به غار باز کردم. برای چه؟ دوستانم هم گرسنند و هم نگران حال من. در ثانی آنها از آنچه پیش آمده بی خبرند و اگر سیل جمعیت شهر را ببینند وحشت زده ممکن است فرار کنند. فرار؟ فرار برای چه؟ مگر از مردم میترسند؟ مثل اینکه فراموش کرده اید ما در حال فراریم. فرار از دست سربازان هادریان و دیوکلتیانوس. اگر لازم است چند سوار با شما همراه کنم. سپاسگزار خواهیم شد. من و ماری هم به همراه ایشان خواهیم بود. بله. امشب خواب از چشمان مردم فیلادلفیا رخت بربسته. شما حرکت کنید. ما نیز صبح خیلی زود در آنجلوس خواهیم بود. سپاسگزارم عالی جناب. برویم. ای مردم بدانید و آگاه باشید، شهدای غار آنجلوس زنده شدند. شهدای غار آنجلوس زنده شدند. شهدای غار رقیم زنده شدند. ای مردم آگاه باشید، شهدا زنده شدند. شهدای غار کوه آنجلوس زنده شدند. جناب تئودوس صبح زود به غار می روند
هر کس میخواهد با ایشان برود سپیده صبح آماده حرکت باشد. شهدا زنده شدند. شهدای غار رقیم زنده شدند. جناب تئودوس صبح زود به غار میرود. خدا کند که حادثه‌ای برایشان رخ ندهد. اگر گرفتار شوند حتما سنگسار خواهند شد. اگر از خداوند برایشان طلب خیر کنید به سلامت باز میگردند. ای کاش نمیرفتند. نمیدانم روز قبل چقدر خفته ایم که حتی خواب هم سراغی از ما نمیگیرد. از او برایم بگویید. از مادرم هلن. او به راستی نمونه پرهیزکاری بود. آن زمان سخنانش را درک نمی کردم، اما حال می فهمم. او خواب می دید که من زنده شدم. او ضمناً تو را هم در خواب می دید. به چه فکر میکنید پدر؟ به اینکه واقعا من که هستم. درست است که من نمردم، اما اهل زمان من همه مردن. من به زمانی که به آن تعلق ندارم آمدم. هلن همسر با وفا و مهربانم مرده است. فرزند کوچکم ارکمید 250 سال پیش مرده. همه دوستان و دشمنانم مردند. هادریانوس، دیوکلتیانوس، جولیوس. چه ساده و چه راحت رفتن به آسانی یک خواب. عرابه سنگین زمان چه با قدرت و صلابت پیش رفته. آن همه دغدغه ها و اضطراب ها، عشق ها و کینه ها، دوستی ها و دشمنی ها، شکنجه ها و زندان ها، آن همه لشکر و سپاه و کاخ ها و آن خدایان و خدایگان ها. چه مسخره است. همه تسلیم شدن. تنها چیزی که میبینم مقهوریت است. همه مقهور یک قدرت و یک اراده. هیچ کس قدرت مقاومت و مخالفت ندارد. اگر همه آنها را که طبل جنگ با خدا میزنند و خطبه خدایی به نام خود میخوانند در طول زمان بنگریم، چه دلغک های مسخره و لوده های بیچاره‌ای هستند که با همه مقاومت ها و مخالفت هایشان جز بر محور خدا نمیگردند، ولی خود هم نمیدانند. و این آن چیزی بود که ما آرزوی دیدنش را داشتیم. نمیفهمم شما آرزوی دیدن چه چیز را داشتید؟ ما از خداوند خواسته بودیم که شکست قدرت‌های پوشالی را در برابر قدرت لایزال خویش به ما نشان دهد. و او چه زیبا نشان داد با یک خواب. صبح است و شما لحظه ای هم نخوابیده اید. من تازه از خواب برخاستم فرزند. تازه برخاستم.
راه طولانی این است که انسان شاهد مرگ عزیزان خیش خواهد بود. ابتدا من خود را برای مرگ آماده کرده بودم، ولی فکر نمی کردم که تو پیش دستی کنی. میدانم که دیر آمدم، اما قصور از من نبود. من به امر او که مالک و متولی امور است تنها شبی را درنگ کرد. شبی که 300 سال به درازا کشید. البته برای خداوند روز و ماه و سال و 100 سال و 1000 سال تفاوت نمی کند. 300 سال هم برای او شبی بود، همچنان که به اذن او برای من هم شبی شد. شبی که دیوار زمان را برای شما شکست. از خواب که برخاستم همه چیز تغییر کرده بود به جز تو. ماری کاملا شبیه توست. احساس میکنم تو نیز چون من عمر طولانی یافته ای تا شاهد همه این تغییرات باشی. به یاد داری هلن؟ زمانی بردن نام خداوند یکتا جرم بود، ولی اکنون بردن نام خدایان روم جرم است. آن زمان همکیشان ما در چه رنج و مرارتی زندگی می کردند و امروز در چه آسایش و راحتی. از محسنات عمر طولانی این است که شما شاهد پیروزی نیکی ها و شکست بدی ها بوده اید. حال که گستره بازتری از زمان در پیش رویم قرار گرفته، به روشنی میبینم که وعده نصرت خداوند چگونه محقق میشود. جناب مکسیمیلیان، دوستانتان نگران شما هستند. میدانم، اما ترک هلن نیز مشکل است. نمیدانم بدون او و ارکمی چگونه به زندگی ادامه دهم. بیشک لطف خداوند باز هم شامل حالتان خواهد شد. چی شده کمیتریو؟ سربازها، عالی جنابان سربازها، بیایید. آنجا بسه باشید، کوه در محاصره نیست. خوشبختانه همین چند سربازن. می توانیم از سمت دیگر فرار کنیم. پس جناب مکسیمیلیان چی شده؟ آنجاست، در حال بالا آمدن هستند. پس چرا رو دستگیر نکردند؟ جناب مکسیمیلیان، چه اتفاقی افتاده است؟ شما سالمین؟ نگران نباشید، اتفاقی نیفتاده. سربازها پشت سرتان هستند. آنها رو دیده اید؟ خودی هستند، نگران نباشید. خب
یک نفر از شما بیاری ما بیاید. خیلی عجیب است. من میروم. عالی جناب. یعنی چی؟ نکند از او به عنوان تومه استفاده کرد؟ شاید خودی هستند. چقدر نگران شما بودیم عالی من جناب. نیست، چون شما نگران بودم. عالی جناب چه اتفاقی افتاده بود؟ چرا دیر کردید؟ اتفاقها زیاد است. صبر کن تا به دوستان برسیم. کمک کن. بالا آمدن برای جناب آریوس مشکل است. به روی چشم. برویم. نه اجازه بدهید. اجازه بدهید کمی خستگی داره کنم. برویم. باید کمی استراحت کنم. میدانم سوال زیاد دارید. من هم جوابهای بسیار و دور از تصوری برای شما دارم. اما آن سربازان پایین کوه چه میکنند؟ دوستان ما هستند. دوستان ما؟ برای دیدار ما آمدند. چه گفتید؟ دوستان ما؟ دوستان ما؟ بله دوستان شما دوستان بسیاری دارید که از آنها بیخبرید. سلام بر بانو هلن. شما اینجا چه میکنید؟ شما هم طاقت نیاورده به جمع فراریان پیوسته اید؟ بانو هلن چه جوان شدند. مثل اینکه از دیروز به جای غم و اندوه با شادی قرین و همنشین بودند. بیایید پدر بزرگ، این دیگر گام آخر است. خب بنشینید. آفرین پدر بزرگ، بالاخره موفق شدید. در این سن و سال پیمودن این کوه واقعا اراده قابل ستایش میخواهد. درود بر شما عزیزان، درود بر شما قدیسان خدا. درود خداوند بر شما باد. منظور شما از قدیسان ما هستیم؟ بله شما هستید مردان خدا، شمایی که خود هم نمیدانید. بانو هلن چه میگوید جناب مکسیمیلیان؟ او خوب میداند که چه میگوید. شما از خود بیخبرید. چرا با رمز و کنایه سخن میگویید؟ موضوع چیست؟ به درون بروید تا برایتان بگویم. ابتدا باید کمی غذا بخورید. آنتونیوس، تو نیز به داخل برو. خب شما همینجا بنشینید. بهتر است ما قدری تنها باشیم. مکسیمیلیان این موضوع را چگونه به آنان خواهد گفت؟ نمیدانم.